آخران دیدار با خواهرم فیضگل جان روزی 17 نوامبر 2024 در طرب خانه یک سرای واخوردم که اینجا من دعوت شدگی بودم. در اونجا واخوردم خواهرم را، حیران شدم. گفت که شما هم دعوتی؟ گفتم ها. همونجا در شیشته یک جای خواهرم دیدم. وقتی که رقص میکردیم و در گوشی من گفت که اپا جان من پگه هندوستان میروم. من حیران موندم. توی تمام شد. آخران بار از تگیمین در درون ماشینه که یک دست برداشت و در همه تگی ماستی توفسکی یک خورسندگر یک دست برداشت و فقط همین خیلوه میکرد در درون ماشینه. آخران دیدار با مادرم در ایرپورت در وقتی که به هندوستان رفتنش در آخران بار همونجا با من خیر خوش کرده بودیم. آخران لحظه گپ زنیم و در تلفن با بعد یکم اپراسیونش گپ زده بودیم. گفت که بچه جان احتیاط کن، اپا خوردکت را نگاه کرده در خونه ایستاد، من میبیام. دیدار آخرین ما با فیضگل در جشن عروسی بود. بعد اون جشن عروسی تقریبا بعد از 2 روز یا 3 روز فیضگل به هندوستان میرفت. در جشن عروسی فرزند دوستی نزدیکمون، دوستی مشترک من و فیضگل در توی نگاره جان و بعد از انجام توی با دعوتی بعضی دوستانی بسیار ارجمند رفتیم تا پاسی شب نشستیم، شعرخوانی کردیم، سرودخوانی کردیم و فیضگل یک نگاه عجیب گویا که با نگاهش الکی الوداع میگفت حس میشد. ای جراحی یکم برآمد فیضگل به هوش اومد بعد گفت که گشنه‌ام. بعد اونجا اوقات تیار بود، اوقات نقص خورد، خیلی بسیار با لذت اوقاتی به مزه خورد. بعد ما خیلی 10 روز در برنیسه استودیم، در ما برنیسه که جای اپراتسیا کردن همونجا استودیم. بعد از 10 روز ما را جواب دادن. لیکن یک سخن کردم اپاما باور کنید قطعی همه انسامبلش اومد خدمت کرد رفت. حتی خواستم که گفتم بیا خیلی اپا جان یگام چی من خودم وای گفت چی گپ زدیستی در باره پول. من گفتنیم که پیش از هنرمند بدم باید که انسانگری داشته باشی. یک هفته آخر قریب که هر روز یک جا بودیم و در نظرم بعد از این گذشت 1 سال فکر میکنم که در همین 1 هفته سراسیمه بودن. خودی که به کجای سفر داشتن، لیکن از سفر هندوستان رفتنش 3 روز پیش خبر شدم. 3 روز پیش از رفت. من شوقتی خواهرم شام عروس کردم روزی 18 در همون طرب خونه، روزی 17 در همون طرب خونه سرودی را میخوند که ای مردمی وحدت پناهتان به خدا، تا آخر دیدار پناهتان به خدا. من همونجا دلم چیزی وای کرد که خواهری ما چی میشده باشد. لیکن من روی خواهرم خنک شد دیدم روزی 20. هیچ باورم نمیاد که وای در پهلوی ما نیسته. تا هستم یادش میکنم چون که برای من رنگ همین قطار هم فرزندای پدرم بود. باور کنید 100 دقیقه که خیر کن هر وقت ما پدرود گفت. بعد روزی که همون 29 نوامبر زنگ زدم در وقتی درس بودم. بعد دیوایش با زنگ زدم دیکنم خیلی نبرداشت. نه سخت میشه. حتی وقتی که به حصار به توی میرفتیم گفت یک آهی بسیار سرد کشید و گفت دلم میکفد. برفتی دوست از دنیا و حالی ما نمیدانی، خبر آمد از آن دوری دیگر ما نمیدانی. در یک جا بودیم، در یک جایی من آورد تا پیش خانه را مانده. بعد صحبت همی خرف در باید اولادا که صحبت شد و همه گفت که ای بچه هم گفت خود رنگی مایی همی رنگی مایی گفت اکه ما را گفت خداوندم خیلی کده تا آخر گفت همی غمی خیش تبار فرزند خورده گفت میریم. تمام دشواری هایی که در زندگی عذابش رو چشیدم
ҳамин зан сабаб шуд ки баъд аз 26 соли дар бадари ӯ иҷорашинӣ соҳиби хонаи истиқомат шавам. хо рафтем. Баъд гуфт ки биём авҷи ма писта бихӯрам, гуфтак симичка бихӯрам. Гуфтам не, намондумаш. Ҳамин қайд ман хато кардам ки тарелкаи симичкаро пеши ман гирифтам. барои пагоҳ ҷарроҳшида намондумаш хӯрда. саҳар рафтем. сеюм одам Файзигул буд. гуфтан Юсупова тайёр шав. Файзигул вақте ки ҳамин лаҳзае ки ҳама охирон фурсати ҳардумон дар ҳамҷо будем, Файзигул ҳама либосаша пӯшидим, ман либосаи Файзигулро овизон кардам дар вешилка. ҳама Файзигул вақте дар омадан дигар